نره نانوایی رو میبینید دوستان عزیز که اون تازه پخته داره. اون قصابی هم دیگه 3 دانه گوسفند هم تو تر و تازه حلال کرده و گوشتش به فروش میرسانه. این هم مرغکاست دوستان عزیز، مرغای تازه است البته که اینا را به فروش میرسانن یا دانه ای است، کیلوگی نیست. یک دانهش اگر بخواین برتان میکشن پیسش میگیرن. خب دوستان عزیز، ما در پروژه وزیرآباد شهر کابل هستیم. کم سرسرا و زیباست، از جمله مناطق مسکونی آرام است دوستان عزیز که سرکش بسیار زیبا آباد شده. اما کوچه هایش قسم که اون طرف میبینید آباد نشده یا که در دستور کار تازه قرار داره. خب به هر صورتش هنوز آباد نشده و هنوز کانکریت ریزی نشده. دیگه ساختمان ها رو میبینید دوستان عزیز. سلام نصار شما عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین. روز و روزگارتان با خوبی، خوشی و طبق میل دلتان سپری شود. دوستان نهایت گرامی، هم قسمی که دیدین دیگه ما در چهارراهی گل سرخ هستیم. اما دیگه چهارراهی رو دیدیم، این طرف شوم، اون طرف شوم، اون طرف تر شوم. ما یک طرفش مونده که ما میخوایم از این منطقه جدید دیدن بکنیم از چهارراهی ناصر خسرو بلخی شهر کابل که باز وصل میشه به سرک پروژه تیمنی. منتظر ویدیویی از روی هم باشین و یادتان نره. از اول دوستان عزیزتون میخوایم که ویدیو رو یک لایک کنین، سابسکرایب همچنان کنین و همون زنگوله که داره اون بغل امورم فشار بتین که همین ویدیوی نو آمد براتون نوتیفیکیشن بده و از پیشتان نره. طرف نانوایی رو میبینید دوستان عزیز که اون تازه پخته داره. اون قصابی هم دیگه 3 دانه گوسفند هم تو تر و تازه حلال کرده و گوشتش به فروش میرسانه. این هم مرغکاست دوستان عزیز، مرغای تازه است البته که اینا را به فروش میرسانن یا دانه ای است، کیلوگی نیست. یک دانهش اگر بخواین برتان میکشن پیسش میگیرن. خب دوستان عزیز، ما در پروژه وزیرآباد شهر کابل هستیم، سرک اول الف ناحیه 4. از یک دوستان عزیز شما مستقیم هم طرف چهارراه تیمنی سابقه برین، اونجا هم پروژه وزیرآباد میگن دیگه. این منطقه تقریبا از چهارراهی ترافیک تا گل سرخ، اما تو به بالا، به طرف بالا، به طرف چهارراهی ناصر خسرو و تیمنی سابقه مناطق پروژه وزیرآباد شهر کابل هستن. دیگه این طرف میبینید که بیادرهای ما اینجا ششتین قرار کرده منتظر هستن. دیگه این سرک ها بسیار خوب و اساسی و زیبا جور شده دوستان عزیز. اما اون چیزایش که ضرورت است مثل بس و یک چیزایش دیگه هنوز نیست و چیزهایی که دیگه ساده تر بگوییم ضرورت است به رفت آمد عامه و شهری مثل بس و چیزها استاندارد و اساسی نیست. در شهر ما کاملا چند نوع بس داریم دوستان عزیز. کاستر است، موتورهای آستانه است که یا بس گفته نمیشه، موتورهای کوچک هستن. خب بازم این شفاخانه رو ببینیم دوستان عزیز، شفاخانه فیصل است. باز انشالله حرفای بعدی رو میگیم. سرک مسجد حضرت موسی کلیم الله پروژه وزیرآباد ناحیه 4. خوب دوستان عزیز، درباره بس ها میگفتیم. موتروانای آستانه ما کلا یک عادت دارن نمیسر سرک هر جای که سواری بود استاد میکنن پشتر خود خواله اگه دقیقش باشن که پشتر هم کسی روان هست یا نه استاد میکنن سواری خود میگیرن. تاکسی ها باز خوب است حداقل گوشه میکنن. کاستر هم دوستان عزیز اون موتوس هر جایی که دلش خواست استاد میکنن سواری خود میبرداره. البته حالا خوبتر شده، مسئولین برایشان فشار آورده و از این کارا کم کم دست کشیدن، اما سابقه بسیار بدتر بود. خب به هر صورت طرف دوستان از پروژه وزیرآباد ببینید سرک هفتمش است. چک ساختمان ها و آپارتمان های زیبا و مقبول آباد شده و چقدر این منطقه دوستان از آرام و کم سرسرا و زیباست. از جمله مناطق مسکونی آرام است دوستان عزیز که سرکش بسیار زیبا آباد شده. اما کوچه هایش قسم که اون طرف میبینید آباد نشده یا که در دستور کار تازه قرار داره. خب به هر صورتش هنوز آباد نشده و هنوز کانکریت ریزی نشده. دیگه ساختمان ها رو میبینید دوستان عزیز.
انستیتوت زبان انگلیسی هم هست، انستیتوت زبان انگلیسی راد. دیگه به احتمال زیاد مکاتب هم در سرک حتما وجود داره. شفاخانه را خود دیدیم، یک شفاخانه دیگه هم اونجاست، شفاخانه مالجوی کابل سیتی. طرف هم دوستان عزیز سیم میفروشن، سیمایی که دور بر نمیگیریم، حصار مانند اون از اون سیما میفروشن و هرچی هم که بخواین براتون قفس مفصل خود هرچی که باشه جور میکنن. خودشان کارخانه های تولیدی هستن، سیم میارن که تا هم بزرگ چی که شما خواستین جور میکنن. ساختمان هایشون میبینین دوستان عزیز بسیار بلند و زیباست. تیموریان پلازا. صدای از جنراتور هم دوستان عزیز بسیار زیاد بود، بسیار بلند بود. درختک ها رو ببینید چقدر زیبا معلوم میشه دوستان عزیز. ببینید چک نمایی دارن، حال خزان هم هستن، نصف برگایشان زرد شده، کمکش سبز مانده، چک فضای ایجاد کرده. طرف هم دوستان عزیز هتل و رستوران عروسی باب امیر است. هتل و رستوران عروسی باب امیر چک نامه که داره دوستان عزیز، هتل و رستوران باب امیر. جالب است. این اگه شب پیش تغییر میدادن بسیار مقبول معلوم میشه دوستان عزیز، اما متاسفانه که شب پیش تغییر نکرده. بسیار بزرگ هم از دوستان عزیز نگفتن، اما نه اگه این دوران سابق می بود وقتی که شب تغییر نکرده بود از جمله بهترین هتل های عروسی شناخته میشد در کابل. هتل عروسی باب امیر نامش جالب است، چون هیچ هتل عروسی دیگه در کابل من خود نمیشناسم که مثل از این نام داشته باشه. زیادتر ستاره شهر است یا بس پسوند و پیشوند کانتیننتال استفاده میکنن. باب امیر سال نشدیم. این طرف بادم دوستان عزیز کارخانه تولیدی سیم خاردار به دیوالا و چیزاست. اون طرف هم همچنان دوستان عزیز، اون طرف سرک هم همین چیزا هست. کم کم میرسیم دوستان عزیز به پروژه تیمنی و چهارراهی ناصر خسرو و بلخی. این چهارراهی دوستان عزیز از جمله زیباترین و بهترین چهارراهی ها و مقبولترین چهارراهی شهر کابل است. و تا چهارراهی های زیبا دیگه هم داریم، همین گل سرخ، همین چهارراهی پل سرخ، گل سرخ، هر دوش بسیار زیبا هستند. اما در اینجا یک قلبک جور کردن و همین قلبک باعث ازی شد که این چهارراهی بسیار زیبا شود و بسیار مقبول به نظر برسه. در ساختمان ها رو میبینید دوستان عزیز. کجای کم کم پیش میریم چون که همین پروژه تیمنی که یک منطقه است که یک ذره نفوذش هم زیاد است و از لحاظ رفاه بقیه مناطق مثلا از پروژه وزیرآباد که بالاتر است. منظور از این که آپارتمان های بسیار زیبا داره، مردم نسبتا کسایی که در رفاه هستند اینجا زندگی میکنن دیگه. از این داخل که میشی معلوم میشه. منظور از این که داخل پروژه که میشی، داخل پروژه تیمنی معلوم است از ساختمان ها و دیگه که به یک منطقه دیگه شهر کابل آمدید. خب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه‌تون به الله متعال می سپارم. روزگار خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.